دین به اتباع آمده، ما از دین پیروی باید بکنیم و یگان چیزا اصلا قابل تحلیل نیست که ما بگیم چرا و چرا. به طور مثال ما این میال 4 رکعت نماز فرض خواندیم، یا کسی حق نداره پرسان چرا را 6 رکعت نخواندیم، چرا 2 رکعت نخواندیم. پس دین به اتباع است، دین باید پیروی شود، چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم نشان داده ما اما تو باید عمل بکنیم. پس پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز خوانده اوقاتش حضرت جبرئیل امین علیه السلام برش تعیین کرده، ام وسط وقت را، ام آخر وقت را، ام اول وقت را. پس ما باید اتباع بکنیم در نماز و قرآن هم میگه که نماز در وقت معینش بر مسلمانان لازم شده است. یکی به نوافل است غیر از فرایض که هر وقت میخوایم میتونیم بخوانیم، ولی باید حافظه خود داشته باشیم که هر عمل شرعی که از نوافل بوده باشد، مستحبات بوده باشد، از مباحات باشد، ارگاه مشابهت را با اهل دین به غیر دین از کفار و مشرکین و یهود و نصارا ایجاد بکند، ما از او عمل مشروع دست میکشیم و او عمل را نمی کنیم. بناهن در وقت زوال افتاو که استاده می شود در چاشت و در وقت غروب و در وقت طلوع، در این 3 وقت مردمایی که آفتاب را پرستش می کردن اینمی وقتها استاد می شدن و عبادت می کردن. به خاطر مشابهت با مشرکین مسلمانان را پیغمبر علیه السلام از امی وقت نماز خواندن منع کردن، از امی وقت منع کردن. ولی در امی وقت یعنی در غروب و در طلوع اربا ما قرضدار نماز خود ما بوده باشیم، یعنی خواب بوده باشیم، وقتی که بلند شدیم وقتی هست که قریب دیگه آلی هفته و مفره، نه تو برو نماز فرض تا وضو بکن نماز بخوان و نفل خوانده نمیتونیم. یا استراحت کرده باشیم، یک وقت که از خواب بلند میشیم میبینیم که هفته در نشست است، تو برو وضو بگی و نماز بخوان و الله نماز قبول میکند. هرچی نوافل است در این وقت نخوان. و روز گذشته برای شما قصه حضرت علی کرم الله وجهه را کردم که حضرت علی کرم الله وجهه نماز دیگر را خوان، یک مرد خیست و نماز شروع کرد، برش گفت که امی وقت نماز نخوان که صحیح نیست. گفت وای اگر من نماز خواندن دوزخ میرم، بگذار که بروم. باز یکی از علما در جوار حضرت علی نشسته بود، برش گفت که نه، با نماز خواندن خود دوزخ نمیری، خود با مخالفت رسول الله به دوزخ میری، با مخالفت رسول الله به دوزخ میری. بنان این اوقاتی است که بس خاطر مشابهت معنی شده. پس من تشبه بقوم فهو منهم.